شام بخیر دوستان عزیز. امروز بیگانی جمعه بیگاهی جمعه است که ما روز یکم ما در مکه مکرمه و در نزد خانه خدا هستیم. انشالله مردم شام رفته آمده استند. انشالله روز یکم است. در حق همه شما مردم مسلمان، خصوصا مردم سربلند تاجیکستان دعاگو هستیم. با نگه چی یک توریشم سفید چیزگه خوب دعا میکنیم در حق بیماران که شفای کامل، در حق قرضداران که پروردگار قرض کنده شوند. خدا و خداوندان کریم برادرای زندان صبر جمیل بتیه و کدومش که مقصد مهلتش کم آده زودتر جواب داده شوند که خصوصا مردم زندانی که در روسیه هستند، در تاجیکستان و در کدام شهرهای هستند. زندانی بودن کاری آسان نیست، فقط صبر جمیل میطلبه. پروردگار از زندان شما را آزاد کنه. برادرای محترم، برادرایی که قدردان قدر میکنیم، صحبت می‌کنیم بعضی محل، خصوصا دعا میکنم که خدای مشکلاتون آسان بگردونه. صبرتون که از صبر سیرون، از صبر مفتاح الجنه میگن، یعنی صبر کردن کلید جنت است. صبور باشه. برادران زندانی در حق دعاگاه هستن در نزد خانه خدا، خصوصا مردم تاجیکستان، سربلند تاجیکستان. خدای همه وقت سرجم باشه، یک مشت باشه. الحمدلله همه وقت میگم که مردم ما خیلی مردم دلسوز است، مردم چی بگم با ننگ بناموس است. اگر ما یک مشتیم انشالله دنیا را چپا میکنیم. مسئله خیر در نظر دارم، مسئله سرجمی ملت خوب با هم خودی پروردگار همه وقت سرجم باشه. خدا و خداوندان کریم همه وقت یک مشت برادر و خواهر باشه. خدا رحمت کنه گذشتگان هر یک کدام شما را برای حرمت عزتون در نزد خانه خدا برای هر یک کدام شما دعاگو هستم. السلام علیکم و رحمت الله. ویدیو را انتظار شید. انشالله من هر روزه حرکت میکنم یک ویدیو پرتم. ما از حساب شرکت زمزم عمر آمدگیم. رقم‌ها در روی اکران هستن. انشالله من همه وقت میمونم شو. انشالله حرکت میکنم در حق همه دعاگو باشم، در حق همه، در حق همه. خداوند همه ما را برای راه راست هدایت کنه. السلام علیکم و رحمت الله.